نمیصرف. احمدی تخم سگ نداره. صادقی سلام. خیلی مخلصم جان. من بابای فولادی ام. آقا فولاد. آقا فولادی جسارتا شما تو تره بار کار می‌کنی. چطور مگه؟ مرد حسابی بچه صبح میگه فقط 6 کیلو نارنگی می‌خوره. جان کجا؟ ثبت نام ما اینجا نداریم. بفرمایید. این بابای سفری نمایشگاهی داد بخوره. سفری جان پسرم بیا دایرکت چیز دفتر. سلام. مخلصم جان. من پدر جمشیدی ام. خوبی آقا جمشیدی خیلی خوش اومدید. آقا جمشیدی مغازه کجاست؟ بیایم یه دو تا گوشی قصی برداریم مثلا. چطور مگه؟ چطور مگه که مرد حسابی روزی 18 تا آیفون دارم من بچت میگیرم بس دیگه. احمدی تخم سگ ندو انقدر. ما که اینجا وایس اینجا که گیر میدی. اینجا وایس اینجا چه غلطی می‌کنی؟ من سفری داره میدوه. تو چه ربطی داره؟ پاچه خواب. کجا گم شو میرم. کجا میرم؟ آقا رضایی اسم می‌کنم اشتباه بچه رو آورد اینجا سفر. ما اینجا هنرستان هوانوردیم. شما بچه رو باید ببری کم. یعنی چی آقا؟ یعنی چی به نظرت اینا چیه به نظرت؟ البته تمرین تشکری به نظر من درسش خوبه آره. شما بکنیم نه داداش اینجا ماشاءالله انقدر دستش چسب داره دیگه نیاز نیست ما بچه‌ها رو بگردیم. خودش دهن سرویس سنده که منم از خودم زده. سفری بابا این لقمه‌های بوفه آشغال بیا خودم برات غذا آوردم. سلام علیکم جان. پدر احمدی هستم. به به آقا احمدی پس این تخم سگ ندارم دار میگم آقا احمدی دوستان شما چک میکم نقل می‌کنی؟ یعنی چی؟ شرخر ما نیستین. چطور مگه که مرد حساب قلاده سگ گردن بچت در آوردن معلم ریاضی گفته چرا تمرین نمی‌کنی با پنجه بوکس رفته تو صورت سر کلاس عامل فساد هفته خبیث بازی می‌کنه شرط بندی می‌کنه موتور بچه‌ها رو از زیر پاشو کشیده بیرون. چی شده؟ احمدی سفری گرفته داره خورکش ازش میگیره. چی گفتی؟ خدا این قربانیو از من بپذیر. اینم عمرش به این دنیا. احمدی! بار از با معلم ریاضی کانکت میشی همه تقویتی‌ها رو میندازی تو زنگ داشتی مخلصم. خستمون کرد. آقا از سیگار داری؟ آره دارم. چیه؟ سناتور. به عنوان ناظم مدرسه خجالت نمی‌کشی سناتور می‌کشی؟ احمدی بود دفتر میام. آقا صادقی احمدی دیگه چیکار داری؟ اون اولترا میکشه اومد یه نخ ازش واسه من بگیر من میرم بیرون روم تو روشمانش. سفری بابا بیا اینجا بودو ببینم پسر بابا امروز تولدشه این آهنگو با عشق تقدیم میکنم. جونمی کنارت موندنی من به تو بد وابستم. خیلی مخلصم جانم واسه برای ثبت نام ورودی جدید خیلی مخلصم. شغل شما چیه؟ بنده رئیس بانک هستم. خیلی مخلصم جان در خدمتم. جان مثلا بچه‌تون درس خون هستن. به شدت. اهل دعوا و خشونت. ابدا. اهل دود و به هیچ عنوان. یه دونه احمدیه که اونم چوسوت میکنه من خودم دیدم اون تحت کنترل خود. جسارت اینا رو بگذاریم. وام چه جوری قضیهش؟ نظرت دستگاه اسپرسو بخریم بندازیم اینجا اولیای سفری اومدن یه شات اسپرسو بدیم دستش